بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در درس 14 ما و شما رسیدیم. دین رسول الله صلی الله علیه و سلم و هذا دینه، ای دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لا خیر الا دل الامه علیه، یعنی دین رسول الله صلی الله علیه و سلم دین هست که هیچ خیری نیست مگر ای که در این دین رسول الله صلی الله علیه و سلم امتش به او دلالت و راهنمایی کرده. ولا شر، و هیچ شر نیست الا حذرها منه، هیچ شر نیست مگر ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم امتش بر حذر قرار داده از او. خب حال ما باید خیر و شر بشناسیم. اول تعریف میکنه که خیر چی است. تعریف خیر میگه والخیر الذی دله علیه، میگه خیری که بر او رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت کرده هست چی هست؟ التوحید. اول توحید است. اول توحید است. توحید الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی را انسان به یک گانگی بشناسه. یک است. دوم که است خیر چی هست؟ و جمیع ما یحبه الله و یرضا، یعنی هر آن چیز، تمامی آنچه را که الله دوست داره و الله از او راضی میشه. الله هر چیزی را که دوست داره و از او امر کرده هست. مثلا نماز دوست، توحید دوست داره، به توحید امر کرده، فعلم انه لا اله الا الله. ایمان دوست داره، به ایمان امر کرده. و اسلام دوست داره، به اسلام امر کرده هست. مثلا جهاد دوست داره، به جهاد امر کرده هست. و نماز دوست داره، به نماز امر کرده هست. روزه، زکات، این چیزهایی که الله دوست داره با تمام از او چی هست؟ امر کرده هست. چیزی که الله او را دوست داره و الله از او راضی میشه. پس اوامر الله سبحانه و تعالی کل از اینا چی هستن؟ خیر هستن. چرا؟ الله سبحانه و تعالی این اوامر خود دوست داره و به او امر کرده و از کسی که این اوامر الله را انجام بده الله راضی میشه. پس خیر چی هست؟ خیر دو چیز است خلاصش. اول توحید است که عقیده توحید داشته باشی، الله را به یگانگی بشناسی در ذاتش و صفاتش و افعالش و عبادتش و احکامش و نامهایش. و همین قسم دوم چیزی که خیر است و چی هست؟ تمام چیزی که الله دوست داره و از او الله راضی میشه. خب الله چی را دوست داره؟ الله هر چیزی را که دوست داره به او امر کرده. متوجه هستین؟ این خیر است. و تعریف شر آل میگه که شر چی هست؟ شر میگه و شر الذی حذرها منه، شر که از او رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم بر حذر قرار داده و از او گفته که دوری بکنین چی هست؟ اول شرک است. اولش چی هست؟ شرک است. یعنی اول شرک است که انسان مسلمان باید خود از شرک چی کنه؟ از شرک دوری بکنه. یک. دوم شر چی هست؟ و جمیع ما یکره الله و یعباه، و تمامی آنچه که الله او را بد میبینه. الله چیزی را که بد میبینه او را حرام کرده. الله چیزی را که بد میبینه از او منع کرده. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. این شراب بد میبینه منع کرده، گفته رجس است، پلیتی است، از عمل شیطان هست، فاجتنبوه، از اجتناب بکنین. پس مثلا این قسم گفته که مثلا از زنا منع کرده، از شراب، از قتل، از این میکنه. پس چیزهایی را که الله بد میبینه از او ابا میورزه، روی میگردانه، از اینا الله سبحانه و تعالی منع کرده و او را حرام گفته و او را باطل گفته. بناهن از او باید انسان مسلمان چی کنه؟ از او دوری بکنه. خب دایره دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر است؟ یک کسی پرسان میکنه که مثلا آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عرب نازل شده، برای عجم نازل شده، به مردم افغانستان نازل شده، به مردم تاجیکستان نازل شده، برای مردم مثلا ایران نازل شده، به مردم مثلا عربستان نازل شده، عراق؟ اینجا الله متعال میگه، بنابراین این عالم میگه که بعثه الله فی الناس کافه. ایره
رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث کرد و پیغمبری برای تمام بشریت و تمام بشریت و افترض طاعته على جمیع الثقلین الجن والانس و فرض کرده الله سبحانه و تعالی طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای تمام ثقلین که ثقلین چی رو میگن؟ انسان ها، جن ها و انسان ها هستند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به تمام بشریت فرستاده شده است و اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای انسان ها و جن ها بالای کل از اینا چی هست؟ دلیلش چی هست؟ دلیلش میگه یعنی آیات قرآن از قوله تعالی قل یا ایها الناس، بگو برشان الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که برشان بگو که ای مردم اینی رسول الله الیکم، من رسول یا فرستاده الله هستم به سوی شما جمیعا، تمامی، اروپایی، امریکایی، افریقایی، استرالیایی، آسیایی، به کلشان، به کل از اینا الله و کل از اینا بر تمامی شما من نازل شدم. خب کمال دین با ظهور رسول الله صلی الله علیه و سلم و کمل الله به الدین، همین دین اسلام که بود این به سلسله پیغمبران دین اسلام آمد و با آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم این دین اسلام تکمیل شد. و دلیل قوله تعالی، دلیلش چی است؟ الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را تکمیل کردم و اتممت علیکم نعمتی، و تمام کردم بالای شما نعمتهای خود را، و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدم برای شما که دینتان دین اسلام باشه. خب آل رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده، اگر وفات کرده چی دلیل است از دلیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده؟ میگه و دلیل و علی موته صلی الله علیه و سلم، دلیل به که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این عالم وفات کرده و در عالم برزخ اونجا زنده هست. بعد این عالم ما و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم در 63 سالگی وفات کرد. دلیلش چی هست؟ دلیل موت رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت قرآن است که انک میتون، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم خودت فوت میکنی و انهم میتون، و اینا همه این مخلوقات چی هستن؟ اینا وفات میکنن. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، باز شما در روز قیامت به نزد پروردگارتان باز شما اونجا چی میکنین؟ باز اونجا نزاع و در اونجا دادخواهی و مخاصمه و کشمکش میکنین. پس اینال محاسبه و حساب و کتاب کل چیزا در اونجا میشه. بناء رسول الله صلی الله علیه و سلم با اساس آیت قرآن که انک میتون در سوره زمر آیت 30 رسول الله صلی الله علیه و سلم از این جهان فانی رحلت کرده و در این جهان به حساب کی است؟ فوت شده ها هست. خب دیگه از چی که است؟ بحث یا زنده شدن بعد از مرگ و الناس اذا ماتوا، و مردم وقتی که میمیرن یبعثون، دوباره اینا زنده میشن. خب دلیل بحث در قرآن در کجا هست؟ میگه و دلیل قوله تعالی، دلیلش این آیت قرآن است منها خلقناکم، الله متعال میگه شما را از زمین خلق کردیم و فیها نعیدکم، شما را پس دمی زمین برمیگردانیم و منها اینه و منها نخرجکم تارة اخرى، بعد از زمین شما را دوباره خارج میکنم. خب و دیگه دلیل آیت قرآن میگه والله انبتکم من الارض نباتا، الله شما را از زمین مانند نبات ها خلق کرد. ثم یعیدکم فیها، باز شما را پس دمی زمین در قبر میرین و یخرجکم اخراجا، باز شما را دوباره از چی میکنه؟ بیرون میکشه. پس این دلیل بعث است. خب حساب و کتاب بعد از بعث یا زنده شدن بعد از مرگ یکی از مسائل اعتقادی است. و بعد البعث محاسبون و مجزیون به اعمالهم، امی انسان ها که هستن، میگه اینا چی هستن؟ میگه امی انسان ها بعد از بعث اینا محاسبه میشن، حساب و کتاب میشن، و پاداش داده میشن و یا جزا داده میشن به مطابق امو اعمالشان. خب دلیل محاسبه که ما مثلا در روز قیامت محاسبه میشه، میگه این قول الله سبحانه و تعالی است که لله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزیه، یعنی ببینین این دلیلش است، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. این دلیل محاسبه و دلیل چی است؟ دلیل جزا و پاداش هست که الله متعال میگه که لیجزی الذین، تا پاداش بده یا جزا بده الذین، کسان را که
تا جزا بده کسانی را که عصا و نافرمانی کردند بما عملوا با آنچه که عمل کردند و یجزی الذین احسنوا بالحسنى و کسایی را که اعمال نیک کردن اینا را برشان پاداش نیک نصیب بکنه. پس این دلیل چی است؟ دلیل چی بود؟ این دلیل جزا و پاداش. این دلیل جزا و پاداش هست که یعنی این انسان ها در روز قیامت بعد از اینکه محاسبه میشن باز اینا چی هستن؟ اینجا باز پاداش امو چیز خودم میگیرن. حکم انکار از بعث یا زنده شدن بعد از مرگ یعنی چی است؟ اگر یک کسی انکار میکنه چی حکمش است؟ میگم نه ما زنده نمیشه. این عالم میگه و من کذب بالبعث کفر، هر کسی که به بعث یا زنده شدن بعد از مرگ تکذیب بکنه، این دروغ بپنداره، این میگه کافر میشه. دلیلش چی است؟ میگه آیت قرآن است که زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. این میگه الله متعال میگه گمان کردن کسانی که کافر شدن اینا گفتن که مبعوث نمیشن. پس کسایی که اینا گمان کردن یا عقیده کردن که مبعوث نمیشن اینا را الله متعال گفته که اینا کافران هستند. این عقیده کافران است. زعم الذین عقیده کردن یا گمان کردن کسانی که کفر و کافر شدن ان لن یبعثوا که اینا مبعوث نمیشه. قل بگو برشان بله و ربی و قسم از بگو به پروردگارم که لتبعثن که حتما شما دوباره زنده میشین. ثم لتنبؤن بما عملتم، باز بر شما حتما خبر داده میشه به آن چیزی که عمل کردین. و ذلک علی الله یسیر، و این پیش الله سبحانه و تعالی بسیار ساده و آسان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.